چیست برای شما سلامتی در فایده دارم. کدام صنعتکار حجمنگار حافظ پجاوسته اینما یک از دکاس دویزوف نه همه تویزوف نفهمیدم که سگ سسیز که میخرد کلب سخر میگردد. کاوی جنگی باشه چه خیلی باشه آو گرگو میشه پلنگو اسپید نمیکنی تلفنی رفاقت محبا هر تون یه جویه چی بالا بخشونو؟ میباش کنفرنسیا دار در روزی توی بچم تولد هیچ کلیشی تک شوی رو زیرزام خیلی می نکسم این اولونم نولونه با مخرجو بودکشان دینشان امسیر زدگی میاش حتی بودک. سلام بینندگان عزیز، مخلصان برنامه 10 شرط. با درخواست زیاد مخلصان و بینندگان عزیز مهمان نوبتی ما هستند حجمنگار شناخته، حجمنگاری که با ترانه‌های حجوی خود در دل و دیده مردم تاجیک جا گرفته است. دستمراد شریپوف با تخلص دان جوان این لحظه ها در برنامه ما اشتراک دارند. اکای دستمراد رو خوش آمدید میگوییم به برنامه. سلامت باشم. تشکر که ما را در برنامه تون دعوت کردید. ما قبلا یک برنامه نیز با دستمراد شریپوف تهیه کرده بودیم، از جانب مخلصان خیلی پذیرایی خوب کرده شد و زیاد درخواست کردن که در برنامه 10 شرط او رو دعوت کنیم. تشکر میگیم که دعوت ما رو قبول کردید. زنده و برنامه ما 10 شرط نام دارد. در اینجا 10 قطعه جایگیر است. در هر قطعه یک شرطی جای داده شده است. قطعه ها رو یک یک شده شرط ها رو بلند خوانده در نزد کامera و مخلصان اجرا میکنه. در صورتی که اگر شما 10 شرط رو پورا اجرا کردید از جانب برنامه ما به شما 200 سومونی تحفه کرده میشه. اگر که 5 شرط رو اجرا کردید 100 سومونی. اگر که خواهید که همین 200 سومونی رو پورا از خود کنید، کوشش کنید که همه شرط ها رو اجرا کنید. گپ نیست. کوشش میکنیم. آماده باشید. سرور و مخلصان گفتنی داره. همین گفتنیمون یک گپه که همه وقت هم خیلی سربلند باشید، نامبردار ملت، نامبردار وطن، نامبردار شهرک خود باشید. فقط پدر و مادرتون حرمت کنید. باقی پناهتون به خدا ما کار سر میکنیم. بله. با شما تماشای خوب کوشش میکنیم که کم کم شما را بخندونیم. بله. رفتیم. مرحمت. ما خودمون موی میکنیم. بله. خود شما میگید. یعنی اینا میاد بسم الله الرحمن الرحیم. یک تخم خام را خورید. هد دوره جوانی رو بیارید. میتونه خورده. گودر بخوام. گودر من یکم تخم مرغ باشه، خیلی تخم اینکوباتوری باشه بزه بعد. گودر بدم گوشتی مخش میکنه بعد استاد آخر میگه که هر بگه یا تخم خام بخورید. ما در دوشنبه باز از کجا باش ما تخم دکن میویم. خیلی میاد. این تخم چیه؟ نو باشه. تخم دینازور نباشه. دینازور نباشه. نه اگه باید که نیم تشکینی یا سوزنک باشه کنکش یا نیاکی شکوف کنم تموم. یا سوزنک باشه کنش شکوف میکنم تموم. سوزنک باشه. این کسی که وقت شده نقش کرده گیاه یا که کسی که همین کارو رو کرده گیاه در عادتش میزنه سوزن برای چیه؟ بیو. چیستا برای آدمای تخم خام خوردگی. من نمیرم مدام. نیم تمکنی. من دستمراد شریپوف با فوکس های نو نشان میده. فوکس نیکو هم ببینن یاد بگیریم. این مقصد میدونی نه چیه؟ دوباره میو در یعنی سی رفتیم. چیستا برای شما سلامتی در فایده دارم. دستمراد شریپوف تخم خام میخوره. اینه برادر زنده باشه، سلامت باشه. شکوفشم اتوار و حضور برمو چیستا برای عذاب نکشیدن. من چگونه که مخلصان عزیز دیدید دستمراد شریپوف تخم خام رو خوردم. من باز نگوید که دروغ میگید. من خیلی هم تشکیخی تمام میستی دیگه. بله. زنده باشید. و آماده باشید. قطعه دوم رو میگیریم. قطعه دوم رفتیم بچه. این نویستگی که در 30 ثانیه 3 چی؟
سه پفک رو دم کنید. دم کرده کافونید. در 30 سکوند. 30 سکوند. خیلی تمام. میدونی چه خیلی با دم کافوندم با دم. او خیلی بلند میبخشید گپم زبان روسی رفت. بعد از همه کافون میشه. اسپید نمیکنی. زود که وقت کم بود. خیلی که باشین. کلانتر. 30 ثانیه قبول از این در صد بگیرفتیم دا. با دست به کافونی اوسان دام کردم کافونی مش قیمه. رفتیم. وقت زیاد نمیگیریم. این شرط هم با وقت زیاد نمیگیریم برادر وقت زیاد نمیگیریم رفتیم. پاپتی میدیا. چی؟ یا تزگویا که شوخ. کسی که میتونه همیرا بیای انم دستات سمایی که همیو میتن من همو دا توفا میکنم اینا رفتیم انا میره کسی که بتونه بو هسته رفتم گفتم نبوده اگه فقط برام میرم ابدا نرفته که نیومد با انا خیلی تانا تی کمال تی شمال تی میرم تی سایرم پرامو افیده خیلی انمون تزگویا کردم تو من کانتر معنیش فهمیدم شما خره گفتین که بیا کاو جواب میتن باید دتا شب باید تا سینا باید تا جواب گرفتیم حکم وقتی که ما اکتوری دمی خوندیم اکتور دراما و کینو خوندن برای نطق صحنه میگم برای زبان هر طرف تو خوندن بسیار روسی و تاجیکی اوسیب اخریب اوسیب همین خر کفتر بچه کرد بچه خف کفتر هفت خر کفتر بچه کرد کرکدیل بچه کرد بچه کرکدیل هفت کرکدیل بچه کرد همو رو تست میگه که زبانت با زبان بروشا با وجود هست برای فیگور برای حرکتی صحنه میگن که چه خیلی پلاستیکیشنی باید رفت و اومد کنید خیلی چند نموده رفته دلش میرین خب الان که سه شرط رو اجرا کردن بسادی اونی زنگ زده بگوید که فخردین عربشاه و منیژه دیگر در صحنه ها بازی برای چی؟ دیگر منیژه و فخردین در صحنه چه ها بازی نکردن سادی رئیس نویسته اون مردک رئیسی مایره رئیس سادی اونی زنگ زده سببی با فخردین عربشاه و منیژه دیگر در صحنه چه ها بازی نکردنشون رو پرسید اگر سعدی گوشی رو نبرداشتم میتونید که با فخردین زنگ زنید یا با منیژه سببش رو پرسید نو پرابلم برای بسیار مخلصان همین سوال میتونن که برای چی از جویا سنچه نکردستن برای چی جدا شدن سلام علیکم رئیس جون سلام خوب هستی کارکات خوبه همه طرفت اینجی تشکر زیاد شما نازه شکر خدا من همین راستی گفت چند وقت بود خدمت میدونی که در طرف قشلاق بودم من ساختمان پختمان سوسه کامیل گفت ما تو دیوان بزن خوب بگو رئیس بیت پارتی کنم تمام ارنده بگیم هر روز پردن گریم بگو پردیم تمام انا رئیس جان یه سوال هم اومده سوال داشته که چرا فخردین خطی منیژه در گروه عربشان نیستن دیگه بازی نکیسه خیلی سر نیستن های علایتی شیدم بگو کنترکتاشون تمام شید کنترکتی بده نه شما کنترکت نکن بو یا عمر کنترکت دارم ما خیلی بفهمدم خیلی کردم منیجرم کنترکتش تمام شدن بعدش تمام شدن بگو منیجر گریجه شد بگو منیجر گریجه شد بگو گریجه کردیم چی کردن بعد شو کرده کو شو کرد؟ شو تا گم نیست رئیس جان سلامت باشید پناه خدا کنترکتاشون تمام شده بگو اگر برنامه دو باشه ای کجا فهمیدی که برنامه دار اوخی اگر بیام خیلی مجھے میفهمیدم در برنامه خیتکنک ترگینال بوده رئیس اومیایی سلامت باشی رئیس جان من ادبی گپ زدم فهمیدی گپ نیست رئیس جان زنگ میزنم خب
من ادبی گپ زدم میفهمید برادرو ادبی گپ زدم میفهمید значит گفتخونی برنامه رو تماشا کردیم در انا که میریم دعوت کردیم با برنامه گفتی خیر قربان نعمت به جزاتی با رفعت جمشید زنگ زده بگوید این چی اظهار محبت کنید اون گوید که جون هر وقتی که شما رو در همون طرف خانه انتظاری نفهمیدم انتظار میشم ها در همین که جان من ترا دوست میدارم در فلان برافت جمشید زنگ زده با او اظهار محبت کنید با او که چون هر وقت شام او رو در همون طرف خانه انتظار است همون طرف خانه اوه کدام طرف میبردیش که من نبودم در همون طرف خانه چی میگه ابریکولا میلینیوم است سیاره است مشتری دعوت شونده مشغول است. لطفاً در внимание абонент занят. Пожалуйста, оставайтесь на لینی. یا زنگ میزنیم اگر سلام علیکم. چخیر رفعت بانو؟ سلام شما چخیر برادر عزیز مهربانم. تشکر خود زوری کارا زور است. چقدر رفت؟ هیچی همین وقتای اخیر دیلم دیگه خیلی دسته دادم. چی با؟ نمیدونم نسبتی تو دیلم نسبتی تو دیگه خیلی شده است وقت اخیر نسبتی رفاعت با تو کی؟ تو محبتی؟ در تلفن رفاعت محبت هر تون یه جایه چی بالا بخشونو؟ می بچه کنفرنس یاد داد بخشان نگه که بیا فقط چون منظره با سر بخشان نکفته کردم دادم شرمنده هم کده نه در تون در برنامه بودم شرمنده هم کده خواهد بخشانو خواهد چند نمود سیرو را فوش کرده نه اگه شوخی میکنیم اگه وای کلیپو رو در نظر دارن اوش هم قطعی رولی زن ما بازی کرده ایش هم رولی زن ما در کلیپو بازی میکنم برام خیلی ایش بخچان میگن نباشه ما برادر هستیم وای همکار هستیم ما خیلی ما خودم میدونم که ما بچه خیلی وای نیستیم قفیده وقتی نیتو دا زنگ زدن یک سرودی فلکی خونه حجوی باشه اگر با خوبه فلک میخونم نومی فلکی من نرکشی مودا پروره کم زمانه همیه که هی مادر به حوض که بچم توی کنم هی در روزی توی بچم تولد کن چه کلیشی تک شوی رو زیر زمان کلی می نکسم هی سگه را سسیز که دادم که با من آشنا گردد نفهمیدم که سگ سسیز که میخرد کلب سخر میگردد دوده جوره خاکمو بلبل نیستیم در فصل بهار هی در فصل بهار جهره با پوش میگرده اینو لونه خیلی خیلی خونیم زنده باشیم بهتر برو رفتیم یه تایی دیگه میریم شرط دیگه این پراموی فیلم که ما چون وقت کمای تست تماشا کنیم وقت کم است حکای دسمرو سراسیمه است چی؟ با میمون گرگ و کب تقلید کنید میمون گرگ کاوگان خیلی کاوگ اول کاوگ اول چیزی خوشوش میریم کاوگ کاوگی جنگی باشه چه خیلی باشه کاوگی جنگی کاوگی مودا کاوگی مادر من شما با کاوگی مادر اونو دخترها رو بگید من کاوگی نه رو کاوگی جنگی و پیش مادر کاوگی فرخور بلند کویم طرف خمون کاوگی فرخور جنگی هم خیلی با فکرم که همچنین میکنم با گرگ بودگان گرگی گشنه باشه گرگی سیر باشه گرگ سیر باشه آواز ندارم میدونم و در زمستان خنک نمونه تای برف نمیمونه دیگه باید چیکار کدانش نمیدونم خیلی گرگوی گشنه بشه پلنگو
در بشه پناهگاه گرگا من گرگا در تای زلمه در تای برف انا که مایمون ماجون که انجام بخیزم میشه سرش پیش میزنه با مخرجو مایمون نعیم جان مایمون نعیم جان بذار بخشو طرف زنده باشه زنده باشه این چه میجی وقت همیشه یا رو نمیخوری اخیران دوباره میمونیم که اخیران خود دورم هاش چی هاش میستر رپ خونید رفتیم هاش میستر رپ خونید میدونیم که شما رپ روسی تاجیکی چه خیلی باشه خیلی میخونیم تاجیکی میخونیم رفتیم یو چمالاکو ایوش ششم هفتم سکوری زند خودم میزنیم که سما ترمجه نمیشیم رفتیم رپ یعنی که ام سی ماستر سلوا ای موزیک بکنیم رفتم گفتم نمیدونم فقط برام میرم بعد نرفته که نیومد یو کما зачем ты так студентский зачет без проблем да 33 корабля дорогая вот короткая найду бухда понял да по-русски йо кума рафтим йо خیلی چمالاکو یو قبول است زنده باشید دیگه‌شون بچه‌ها تست میکنیم که زیق نشیم رفتیم برای زیق نشیدن شما خب بچه‌ها چی میهرانجین چی میدونی ایستش پوشیدی در 30 ثانیه 5 سقیج رو خوی ایرا اخیران در نگاه که میخویم کار کنیم اون بستیم ایرا اخیران این بسته این اخیران پروسه ده همزه نید نشود رفتیم اخیران بر ویش همیش باشن نام 3 حجمنگار یا 3 سراینده رو بگویید چی؟ بعد میدیدگیت رو بگویید چقدر که یا 3 سراینده بعد میدیدگیم یا 3 حجمنگاری من راست دیگه بگم شما مرا خیلی میفهمین خیلی نمیفهمین این همی خاطر کردم یگم که از ندلنیاتی سیودورم ندلنیاتی بعد یگم میشه بعد میگم هم یعنی سراینده شما معقول باشه باور کنید من چی مرا خیلی قبول میکنم همش حرمت میکنم چی مایده باشن چی کلام باشن چی بعدی مثلا اومدم که پیش من اخیرا پیش اومده که در صحنه با جون دل استاد میگم اکا میگم اخیرا بعد اومده که شب جنگ نکنه شپلاک میگم نه من خیلی عادت جنگ اکا میشو درباره صحنه نه درباره صنعت نه که میگم کار د پوتات که باشم میگم مشت خشور زده باشم خیلی دیگه جنگ نکنه کی زدگی هو این خبر که نیودوب نشده دوب نیه حجمنگار نه حجمنگار قد جنگ شدگی نیست سراینده هم نه سراینده قدم جنگ شده کی حجمنگار نه خیلی بودکشون دینشون امسیر زدگی یا شاتا بودک بود خیلی وقتی وای سراینده نبودشون امسیر زدگی یا شاتا در مکتب سیوا فور خودش هم گریه کرده بود نمیدونم کجا بیشتری بودن درام بودم که هم یک گناه کرده بودن نشان داد که نمی بودم یا سرش حتی اومد خرید هم خیلی خست براستی که ای هنرمندو فاروقی داشتم به لایف خط جنگ شدگیم زده بشه خیلی قطعش جفتیم سر دادم سوس شد هیو تفاهمی من خرابو کم باشم پروتفلوم نیت پریم میگن نه پروتفلوم درست کم آرماتور مشق هم میکنی خیلی 5 سال مقصد در اکتوری خوندن و مشق میکنی 2 سالی که خدمت کردم در خدمت مادر وطن وجود بخوین خویی کی مشق میکنی کجا خونه و چند نیست که یون پوش کنی میخزی مشق میکنی دیگه اگه اونش نیست خیلی بیرافتین با چه خیلی درس اینو با این امجاد میگم که کدام حافظ میخواه که دست خوب کنه که به قضیه دست خوب کنه میکنه برنامه تا ای بوی بیس پراوی میگه خچ میزنم کدام صنعتکار حجمنگار حافظ پژاوسته اینما یک از دکاست ویزوف نه همه تا ویزوف بوی بیس پراوی لا گوشتین دست خوب کنه کسی باشه فرق نداره فرق نداره بوکس هو فرق نداره نمی فقط اینکه صنعتکار باشه و بوی بدون که صنعتکارو صنعتکارو تمام بود خیلی گام نیست اخیرانی برنامه بچه‌ها پیشکی خطی هم خداحافظی میکنیم 5 دقیقه اوسونا کاری سکوند تا میبینه اینجا بیا حبیبی 30 ثانیه داره 5 تمام سی بخشش اینجا سکوند خطی بوده سیرت ها یک دو سه سپید کردن 10 ثانیه ده باید ما 10 تاش میکردیم که طرف دهنتون هم پر میشید یا برنامه رو بی 18 تا خود یکیم مزه چی خیلی مزه چی نه بچه ها طاقتون بخدا باقی پناهتون بخدا دیگه دم زنیده گرد دادن نمیتونم نباشه اگه مایی دودتون میگفتم طاقتون بخدا بچه ها سخیچه رو خویدن گیره مگم میزن خب بینندگان از چگونه که شما شاهد بودید
10 شرطی که با دوست مراد شریف پیشنهاد کردیم از اجرای 9 شرط با خوبی برآمدند. یک شرط رو نتوانستن که اجرا کنند. سراینده‌های بدمیدیت نگفتیم. کمان هیچ کنی بعد نمیبینیم. چی دروغ بگم من؟ مردم بودم. هیچ کنی بعد نمیبینیم. بعد میبینیم. نه بخند. مردم ما هیچ کنی بعد نمیبینیم. چی دروغ بگم؟ ولی گفتن که کدام سراینده یا این که ریپسرا رو زدن. شان امسی را زده بوده است. یکی از ولی هم برنامه داشتن امسی را فراد کنیم بعد بگو یکی برای چی زدن؟ از این خاطر ما به خاطر اونه که شما کی رو زده اقرار شده در افیر نترسیده گفته ما قبول میکنیم از اجرای 10 شرط به خوبی برآمده و از جانب برنامه ما در همین نوار به شما 200 سومانی توفیق کرده میشه. من باز نگویم که دروغ میگوید. ما تصمیم گرفتیم که همین بعد در همین برنامه من برنامه پول نمیگرفتم نیک میگم گاز میریزم میرم خونم رو دختر چرکم دام اوش شبا توقعتون بخوام که ما گفتگی من فراموش نکردم کسی که تو نیست میتونم دست پرابلم نیست. و در آخر چی گفتنی داره با پادپیچکنی کانالی تاجیکون گروپ همیشه نخواهی گروپ باشید در حرمت همدیگر باشید قدر همدیگر رو بدونید. هر کی ما رو یاد کرد ما معقل داریم کم رو یاد میکنیم. باقی پناهتون به خدا زنده باشید. برنامه 10 شرط بود از کانال تاجیکون گروپ. خیر تا برنامه دیگر.